رزق واقعا به خریدن امام حسین. آدم تو دل خودش با امام حسین که ارتباط میگیره حرف میزنه، که حضرت زهرا مادرش جواب بده یا خود امام حسین جواب بده، واسه 7 پشتمون بسه. واقعیتش اینه که نگران چی هستی؟ که میگی مثلا من سعادت نداشتم نرفتم برای امام حسین، امام حسین منو نخرید، امام حسین منو نخواست، من نرفتم برای کربلا. خیلی‌ها رفتن. از کجا میدونی که سعادتت کمه؟ اینو واقعا دارم میگم. شاید مثلا یه کسی که توی مسیر 40 داره پیاده میره، اونقدر حواسش پرت چیزای دیگه باشه که اصلا توشه نداشته باشه، ولی اون کسی که مثلا تو خلوت خودشه، تو اتاق خودشه، اشک داره میریزه، دلش با امام حسینه، امام حسین اشک اونو بخره. از ته دل میاد میگه که لبیک یا حسین. من صدای مثلا تو گوشی میام میبینم همه دارن تو بین الحرمین هروله میکنن، میگن لبیک یا حسین. من اشک میریزم، منم دست بذارم رو سینه بگم لبیک یا حسین. امام حسین از دور میبینه که ای جانم، یک دلداده‌ای دارم یا عاشقی دارم نرسید. حالا نه اینکه نخواد، حالا یا مشکل مالی داری یا هر مانع دیگه ای، نداشتن پاسپورت. من دلم با امام حسین بوده، حالا نتونستم. خب اینو که امام حسین میبینه، امام حسین هم در واقع میخواد که الان این عاشق و دلدادش بیاد. اما همین که الان تو اتاق تنهای خودش داره اشک میریزه، از کجا معلوم؟ شاید سعادت تو خیلی بالاتر باشه به خاطر توجه امام حسین. با اون کسی که رسیده کربلا شاید از تو عقب‌تر باشه. هیچی معلوم نیستش. یعنی واقعا خدا قاضی. مثلا از من میشنوی نگو امام حسین منو نخرید، امام حسین منو نخواست. همینه که میبینی خیلی هاشون دارن میرن کربلا، یا سالایی نتونستن برن یا سالی حالا دارن میرن. شاید رزق تو سال دیگه است. مثلا رزق واقعا به خریدن امام حسین. آدم تو دل خودش با امام حسین که ارتباط میگیره حرف میزنه، که حضرت زهرا مادرش جواب بده یا خود امام حسین جواب بده، واسه 7 پشتمون بسه. به قول امام صادق که میگه تو دنیا وقتی که خدا حاجت یه بنده رو نمیده، روز قیامت اینقدر بهش میده به جاش که مؤمن دعا میکنه میگه ای کاش تو دنیا بهم نمیدادی آخرت جبران میکردی. ببین مثلا کسی که میخواد بره کربلا، خدا حاجتشو نداده، روز قیامت چی میخواد بهش بده؟ که به قول امام حسین هر آینه آرزو میکرد کاش حاجتای من تو دنیا. حرفای من که نیستش، که حرفای اهل بیت. لذا نگران نباش، ذاتش روی خودت داری میخونی و تو خلوت خودت اشک میریزی، همینو با امام حسین معامله کن، حرف بزن، از همینجا ظاهری خیال تختش.